گفتن این پرچم ما نیست، پارش کنید، آتیشش بزنید. بعد گفتن این تیم ملی ما نیست، تشویقش نکنید. بعد گفتن این سرود ملی ما نیست، نباید اونو بخونید. بعد گفتن این سردار ما نیست، چرا بهش احترام میذارید؟ حالا که ترور تا توی خیابونای ایران اومده، فاز جدید رو کلید زدن و میگن اینا مردم ما نیستن، پس معنی نداره براشون ناراحت باشی. برای گرفتن هویت اصیل ایرانیمون قدم به قدم پیش میرن و ما قدم به قدم میپذیریم و همراهی میکنیم. حالا یه نگاه بنداز ببین چی دارن ازمون میسازن. یه عده بی هویت.